میخواهم بر شما به دو مسئله مراجعت کنم. اولا پیش از مراجعت میخواستم خودم را معرفی کنم. من تیمیر بایرام، ساکن ناحیه دوستی. من معیوب گروه یکم از چشم هستم. اویلادار، صاحب دو فرزند. اویله هم نیز معیوب گروه یکم میباشد. من سال 2009 مکتب اینترنت نابینایان و سوسبینان ناحیه حصار را ختم کردم. از سال 2010 به دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی و فاکولته تاریخ حجت سپردم. سال 2015 آن را ختم کردم. متاسفانه طول 2 سال می شود که جای کار ندارم. چنانکه شما می بینید این مکتوب هایی که در نزد من ایستاده است به دستگاه اجرایی پرزیدنت مراجعت کردم و به تمام مقامات های دولتی مراجعت کردم. ولی وقتی که من مراجعت میکردم مکتوب ها از دستگاه به ولایت، از ولایت به ناحیه، از ناحیه به جماعت میآید جوابش. ولی متاسفانه که در جماعت ما برای مثل من معیوب امکانیت جای کار تامین کردن ندارد و به وزیر معارف مراجعت کردم. وزیر معارف گفت که اگر در دوشنبه جای زیست می داشته ما می توانستیم که شما را با یگان کار تامین کنیم. ولی متاسفانه که در شهر دوشنبه هم جای زیست ندارم. از همین سبب نمی توانم که جای کار در شهر پیدا کنم. بنابراین خواهش میکردم که اگر کسانی که با جناب عالی نزدیکی داشته باشند یا رابطه داشته باشند از ایشان خواهش میکنم که همین پیش مراجعت مرا، همین مشکلات مرا به جناب عالی رسانند تا به حد اقل یگان خوابگاهی، یگان جای زیست مقصد برای من داده باشد تا که من بتوانم در آنجا یگان جای کار پیدا کنم و زندگیم را پیش برم. شرایطم نیز خیلی وضعی می باشد. کم بضاعت هستیم. 2 فرزند داریم. بنابراین از شما خواهش میکنم که همین مراجعت مرا به جناب عالی برسانید، کسانی که رابطه داشته باشید. و دوم مسئله که میخواهم مراجعت کنم، برادرای گرامی، بر متاسفانه بر ضمن معیوب بودم طول چند وقت شد که شنواییم را کمی از دست دادم و میخواهم که گوشهایم را تبابت کنم و حداقل یگان اپارات خوب برای شنوایی دسترس کرده باشم. ولی از سبب نبودن شرایط نمیتوانم که همین اپارات شنوایی را دسترس کنم. بنابراین از همه شما خواهش میکنم که اگر در بین شما یگان شخصان سخاوت پیشه، یگان شخصان خیرخواهی باشند و ما کمک خود را دریغ نمی داشتید، از شما خیلی منتظر می شدم. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان اشدی شما. سوال من به شما چنین است: من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که 7 گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب می شوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانه‌داری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد، حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی ما 7 گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند. که چگونه که این برادر 3 گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود، امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم. خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد.
رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمل ذنب له، توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سین سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است، این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمل ذنب له. کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه او را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش و تا دیروز وای عرق خور دیده بودی، تا دیروز وای زناکار دیده بودی، تا دیروز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که 1 ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نیک کردی. با این گونه صحبت ها ما باید دل وای به دست گیریم، نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نماز خوان شدی. خودت چی بودی؟ تاریخ خودت اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگه ولا تجسسوا، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خوانین، به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرست کرده بودند. یکی خدا که هدایتش کرد، امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا حضرت عمر میگویند. دحیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند، میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دستی خودم قتل کردند. یکی خداوند بخشیدش. وقتی وی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، خداوند از کل گناه های او درگذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخن خدا و پیغمبر اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی. ناامید نشو، بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو. عبادت تا 2 چند کن، آب چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است، برای آنی که در کار حکومت برای او یگان سختی نرسد، این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم، اون حضرت گفتن جایز است، جایز است که برای اگر نماز و اگر یگان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چند که مثال دروغ در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است. یعنی جات از اینجا ایواز میکنی، از اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن. این هم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادند. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین 2 آدمی که قهری باشند. ما رفته پیش او کس میگوییم که وی بسیار پشیمان شده است، حالان که وی پشیمان هم نشده است. ولی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارند، فخر میکنند. اگر ما رفته از جانب اونها گوییم که وی پشیمان شده است، وی خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کاری نامعقول بود، اگر این گونه از سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وی نرم کنیم و اینها باز با یکدیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است بین زن و شوهر، اگر یعنی